این برک گوشت بی‌نظیرترین غذاییه که میتونی درستش کنی. تازه از منوی ترکان برداشته شده. نون این برک فوق‌العاده ترد و خوشمزه است. عطر گوشت و قارچی هم که کنارشه معرکه ترش. برای مواد میانی این برک به گوشت چرخ کرده و فلفل دلمه‌ای و فلفل خوشه‌ای و سیر رنده شده و یه مقدار قارچ و رب نیاز داریم. همه رو توی کپشن براتون نوشتم. خمیر برک رو از لوازم قنادی ها میتونید تهیه کنید. نیم ساعت هم که توی دمای محیط قرار بگیره یخش باز میشه. یه تخم مرغم با شیر و روغن و نمک هم بزنید و بذارید کنار دستتون. خمیر برک اول با مخلوط شیر و تخم مرغ باید مرطوب بشه، بعد مواد میانیش گذاشته بشه و رول بشه. کف قالبتون رو کاغذ روغنی بذارید و برکاتون رو توش بشینید. روی برکا رو با مخلوط شیر و تخم مرغ دوباره رومال کنید. این برکا نیم ساعت توی فر باشن کافیه.